از پیش نظر و آهسته آهسته پیش نظر ما و شما تازه شدن میگیرد. پیش نظر ما و شما تازه شده در سر خارگی فارمی شد. این از حالت عجیبه که ما آن را حال میگوییم. بدن به حال خود، پیش نظر طبیعت زیبا، زندگی خوب و فکرهای سازنده و آبادکار و مشکلات ما و شما را حل میکرده. اکنون نقشه سلامتی، نقشه بخت خود را در پیش نظر خود بکشید. شما چی طور میخواهید که صحت باشید؟ سری تازه، سرپوش وزمینی از سر گرفته، روپوش از روی گرفته، از گردنبند وزنین برداشته، باری وزمین از کتفان افتیده، چیزی وزمین از دستا پرتافته شده، زنجیرهای بسته از قفس سینه کنده شده. پرده سیاه وزمینی از سر دل گرفته شد. گرمی شکم و عضوهایی که در آن درست کار میکنند، غذا را تامین میکنند، از قوا ما و شما تامینیم. و پایهای استوار مانند استون مهره‌ای که یک چیزی بالای پایان در آن حرکت میکند که این آن قوه انرژی معنی سر است که با آن و عضوها قوت میدهد و ضد بیماری ها میخیزند که بعد چند وقتی در حقیقت بیماری های شما کم شده نیست شده برهم خوردن میگیرند و شما بیشتر با کار و بار زندگی خود راستید. پیش نظر آوردید آنچه که خواستید و آن را چون دیدید در نقشه معنی سر جا کردید و آن را از شعور کیهان طلب کنید و زبان دل خود آن را عرض کنید، درخواست کنید. و با نور عجیبی شستشو کنید. بدن تازه گشت، پیش راه گشاده، فکرهای نیک بین، وقتی خوش، تنی بی درد، نصیب شما. آهسته آهسته چشمان خود را سبک و روشن و دم گرفته، بی درد و خرسند و آزاد، صحت و سالم میگشایید. در دست و خطی حرکت میکنیم، دست را بالا میکنیم، بالا ما دیوارها را تیله میزنیم و کمتر ستون مهره را این طرف را تاب میدیم. این مشق عادی هست که اگر هر روز تکرار کنید، آن چیزی که شما میخواهید انشای خدا میشه.